برادر و خواهر عزیز، آیا شما می‌دانید که چشم هم زنا می‌کند؟ پس این را فراموش نکنید که پیامبری که دعوا می‌کند که دوستش می‌دارید به شما چی می‌فرماید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما می‌فرماید که فزین العین النظر، یعنی چشم زنا می‌کند و زنای آن نگریستن است. روایت بخاری و مسلم. یعنی نگریستن به هر آن چیزی که خداوند دیدن آن را حرام کرده است، خواه رسم باشد یا نوار یا چیزی دیگره. برای مردان دیدن زنهای بیگانه و برای زنها دیدن مردهای بیگانه، مگر در حالت ضرورت به قدر ضرورت با رعایت ستر و حجاب می توانند یکدیگر را ببینند. اما دیدن رسم و نوارهای فحشا و یا مردان و زنان نیم برهنه و لوچ هم برای مردان و هم برای زنان قطعا حرام است. این کار زنای چشم به شمار می رود. پس خود را محاسبه کن که در یک روز چقدر مرتکب زنای چشم می شوی. وقتی به کوچه می برایی، وقتی به اتوبوس می شینی، وقتی بازار می درایی، چشمهایت را نگاه دار و حفاظت کن. مگذار که از این گناه بی لذت نامه اعمالت سیاه شود. تو که به روز حساب و جزا باوری داری که روز از این گناه بزرگ پرسیده می شوی و جزای خود را می گیری، چرا از این گناه زیشت پرهیز نمی کنی؟ از همه بدترش آن است که انسان با وجودی که خودش گناه را انجام می دهد، باز دیگری را به آن گناه شریک می سازد. بعضی مردان شیطان صفت در شبکه‌های اجتماعی به واسطه پیامک‌ها برای دخترها رسم‌های فحش و بی‌حیایی می‌فرستند تا آنها را به فساد کشند و زنای چشم را انجام دهند. بعضی دختران بی شرم و حیا نیز همین کار را انجام می‌دهند و مردها را به فساد می‌کشند، یا اینکه رسم و نوارهای فحش و بی‌حیایی را برای پهن شدن کلاس یا لایک میمانند تا دیگران هم آن را ببینند و زنای چشم را مرتکب شوند. این گونه مردان و زنان بی حیا معاونان شیطان هستند و وظیفه شیطان را اجرا می کنند. این گونه مردان و زنان بی حیا منتظر عذاب خداوند باشند که در همین دنیا اگرچه بعد از گذشت سالهای دراز هم که باشد، البته خداوند جزای این کردار زشت و ناپسند آنها را می دهد و آنگاه پشیمانی هیچ سودی ندارد. فراموش نکنند که روزی در پیشگاه خداوند از این چشمها و این چشم چرانی و پهن کردن بی حیایی پرسیده می شوند، ولی آنجا هیچ جوابی نمی یابند. برادر و خواهر عزیز، توبه کن از این همه کارهای زشت و ناروا و چشمانت را حفاظت نما و دیگران را نیز در گناه زنای چشم شریک نکن و گناه خود را دوچند مگردان. و السلام علی من اتبع الهدى. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه